مختص زائران عزیزی هستش که قصد حضور در پیاده‌روی اربعین رو دارن. طبیعتا خودشون یه سری نکات و مسائل رو میدونن، بهش آگاهن، ولی لازمه که من خبرهایی که دیدم در این مورد رو به عرضتون برسونم. مثلا در مورد جلوگیری از سردردهایی که احتمال داره در طول پیاده‌روی، حالا به خاطر فعالیت زیاد، به خاطر گرمایی که هستش دچار بشن، و خب یه سری مواردی هست که اگه رعایت کنن احتمالی که سردرد دچار بشن کمتره. مثلا اینکه متخصصان گفتن خوبه که در قدم اول برای این پیشگیری حتما یک بطری یا قمقمه آب 1 تا 2 لیتری همراهشون داشته باشن که این کمبود آب بدنشون جبران بشه و دچار سردرد نشن. ضمن که این کلاهایی که سایه‌بون داره اونا هم خیلی از جلوگیری از گرما و تابش شدید نور خورشید خوبه، مخصوصا برای افرادی که سردردهای میگرنی دارن و تابش خورشید میتونه سردردشون رو تشدید کنه. یه نکته جالب دیگه هم هست در مورد اینکه اگه بتونن روزی 1 عدد لیمو ترش رو داخل آب بریزن، حالا با شکر یا نمکی که در اختیارشون هستش، بکنن و برای جبران کم آبیه و کنترل سردردشون رو انجام میده. و نهایتاً همین که اصلا اجازه ندید خیلی گرسنه‌تون بشه، یه بیسکویتی، یه کیکی، چیزی کمی تای کوله پشتتون باشه که این گرسنگی هم خودش شرایط رو برای سردرد فراهم نکنه. انشالله که سلامت برین و با سلامت برگردیم. نایب الزیاره ما هم باشن انشالله. یه خبری که دارم در مورد مراعات کارمندان برای اینکه دچار دردهای مفاصلی مفصلی نشن. در واقع متخصصان سلامت ترکیه گفتن که اگه کارمندان مراقب خودشون نباشن خطر سلامتی بیخ گوششونه. یه سری دردهای عضلانی و اسکلتی هستش که کارکنان اداری و اونهایی که پشت میز میشینن متشکرم از حسن همراهی شما دوستان عزیز، هوایی‌های دوست داشتنی، به ویژه شما دانش آموزان و کنکوری‌های نازنینی که پیامک‌هاتون رو دریافت می‌کنید و خوشحالیم که بتونیم در این برنامه پاسخگوی شما باشیم. شما عزیزان هم برای گرفتن مشاوره از خود آقای کامیابی که در دامسری مشاوره تفسیری برنامه میتونید عدد 7 رو به سامانه 1050-72 همین الان ارسال کنید و فرصت رو از دست ندید. برم سراغ پیامک خانم